تو از این دشت خشک تشنه روزی کوچ خواهی کرد و اشک من تو را بدرود خواهد گفت. نگاهت تلخ و افسرده است. آره بابا، خیلی صادقانه. خب دلم برای خیلی چیزا تنگ میشه واقعا، بیشتر از همه برای کارم، برای رفیقام، برای شمال. واقعا دلم تنگ میشه. خیلی در محکمی رو به روی خودم بستم، خیلی زندگیم رو مخصوصا به زن و بچم سخت کردم. میدونی من خیلی آدم آروم و بی‌حاشیه‌ای بودم همیشه توی 30 سال کاری که توی ایران کردم. خیلی از لحاظ مالی خیلی ضرر داشت برای زندگیمون، ولی خب میگم فشاری که در حقیقت همسرم تحمل کرد مخصوصا تو این 3-4 سال گذشته خب خیلی وحشتناک بود که دمش گرم. همینجا بگم که واقعا دمش گرم. حتی یه جاهایی ماهایی بار زندگیمون رو دوش پارمیس بود تا بیشتر رو دوش من. ولی بعد از پایان پازل در حقیقت خب خیلی فشارها بیشتر و بیشتر شد. تصمیم نداری که از ایران بری؟ میپرسه فکر کنم آقای مدیری که فکر رفتن به اون ورو داری، میگی من اونجا معنا پیدا نمیکنم. آره واقعا الان هم دارم میگم، من خیلی وقتا به دوستان میگم من بی‌معنی ترین آدم آمریکام دیگه. واقعا بی‌معنی بودم اینجا دیگه. چون میدونید رها جان، من 27 سال دقیقاً به صورت حرفه‌ای تو ایران کار کردم و خدا رو شکر موفق هم بودم و وقتی که وارد اینجا شدم همه درها برون بسته شد دیگه. ببین من وقتی که وارد آمریکا شدم خب خیلی همه چی رو برنامه‌ریزی کرده بودیم دیگه. به اندازه 1 سالم در حقیقت پول همراه هم بود و اصلا من قصدم این نبود که اینجا کار کنم، قرار بودش که ایران کارم رو انجام بدم. خیلی کارهای عجیبی اینجا کردم که اصلا دلم نمیخواد راجبشم حرف بزنم، ولی کار کردم دیگه، کارهایی که اصلا باورم نمیشه انجامشون میدادم. من خیلی دلم تنگ شده واسه ایران. من میگم که اصلا اونجا معنی میدم، اونجا بزرگ شدم، اونجا با همه چی رسیدم، اینجا همه چی رو از دست دادم. من دیگه توان 20 سالگیمو ندارم که، ولی اینجا باید مثل 20 ساله ها کار کنم.